عرض سلام و ادب. امروز میخوایم راجع به رویکرد کورپوریت های بزرگ به ترند های اجتماعی و فرهنگی صحبت بکنیم. شرکت گلدمن یه مثال خیلی خوبیه. در سال 2020 اومد مطرح کرد که من با هیچ شرکتی که در هیئت مدیرش یک به قول معروف فرد دایورس یا متفاوت نداشته باشه فعالیتم رو ادامه نمیدم. این یک باز بسیار بزرگی، یک صدای بسیار بزرگی ایجاد کرد در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری مالی و خب گلدمن خیلی ازش استفاده کرد. حالا استفاده های مختلفش رو جلوتر با هم صحبت میکنیم. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ گلدمن اومد این رو زمانی مطرح کرد که عملا در تمام هیئت مدیره های شرکت هایی که باشون کار میکرد فردهایی که مربوط به دایورسیتی بودن وجود داشت. حالا از افراد رنگین پوست بود، از زنان بود، از افرادی که گرایشات مختلفی داشتن. همیشه در یکی از بوردها در اون زمان سال 2020 وجود داشت و گلدمن عملا کار خاصی انجام نداد، ولی اومد از این ترند استفاده کرد و یک فعالیت تبلیغاتی بسیار بزرگ انجام داد. این فعالیت تبلیغاتیش باعث شد که یک افتضاح مالی که در مالزی داشتن اصلا پوشش خبری نگیره و خب چون یک به قول معروف شرایط خاص اقتصادی در مالزی ایجاد شده بود، یک اختلاس بزرگی اتفاق افتاده بود، یک فساد مالی بزرگی بود که جالبه بدونین یک بخشی از پول همون فساد مالی صرف تهیه کنندگی فیلم The Wolf of Wall Street هم شد. یعنی گلدمن یه بخشی از هزینه های اون فیلم رو پرداخت کرد و خب این تبلیغاتی که اتفاق افتاد باعث شد که گلدمن سر زبان ها بیفته و به عنوان یک شرکت حامی فعالیت های اجتماعی شناخته بشه، در صورتی که اصلا فعالیت اجتماعی نداره گلدمن، یا اگر داره مرتبط به بحث دایورسیتی نیست. حالا نمیخوایم بگیم که فعالیتی نداره یا شاید ما ازش اطلاع نداریم، ولی موضوع این هست که این شرکت اومد از یکی از ترندهای بسیار معروف بازار استفاده کرد و یکی از ترندهای فرهنگی زمان استفاده کرد و برای خودش یک رپیوتیشن و اعتبار اجتماعی ایجاد کرد. ما این رو در شرایط مختلفی میبینیم. برای مثلا نمونه دیگه ای داره که بحث Black Lives Matters بود که خیلی از ها اومدن این رو مطرح کردن، فعالیت تبلیغاتی کردن براش و میبینیم که این شرکت ها عملا اعتقادی در بسیار از مواقع ندارن به این موضوعات، اما میان از این استفاده میکنن برای اینکه پوشش خبری خودشون رو گسترش بکنن، پوشش اجتماعی زیباتری داشته باشن و شرکت ها برای فعالیت هاشون جذابتر به نظر بیاد. به خاطر همین مد نظر داشته باشین زمانی که میبینین شرکتی کورپوریتی به صورت اینترنشنال داره اظهار نظری میکنه راجع به یک فعالیت اجتماعی، راجع به یک فعالیت فرهنگی، این الزاما به این معنا نیست که بهش اعتقاد داره و میخوام راجع به این موضوع حتما آگاه باشین.